به نام خدا، با یک آموزش جدید در خصوص سروهای تتا سری TDF در خدمت شما عزیزان هستیم. توی ادامه توضیحاتمون در خصوص مدل اینترنال پوزیشن امروز میخوایم در خصوص در واقع مد دیگر فراخوانی سگمنت ها و پوزیشن ها توضیحاتی خدمت شما ارائه کنیم. خب همونطوری که میدونید پارامتری که مرتبط هستش به نحوه اجرای پوزیشن ها پارامتر P403 و بیت اول این پارامتر هستش. توی ویدیوی قبلی در خصوص در واقع تنظیم کردن این پارامتر روی عدد 0 در واقع توضیحات خدمتتون ارائه شد و تستش رو هم گرفتیم. توی این ویدیو میخوایم این عدد رو روی 1 قرار بدیم، در واقع این پارامتر روی عدد 1 قرار بدیم و ببینیم که چه اتفاقی میفته. چیزی که انتظار داریم ببینیم این هستش که با اولین لبه بالا رونده در واقع سیگنال چنج استپ موقعیت اول رو داشته باشیم و با دومین لبه بالا رونده سیگنال چنج استپ ما سیگنال در واقع سگمنت بعدی رو داشته باشیم. تو این حالت هم فقط 2 تا از سگمنت هامون قابل اجرا هستن. خیلی خوب، ما میریم توی پارامتر P403 و بیت 1 رو روی عدد در واقع 1 قرار میدیم که معادل مد در واقع بعدی هستش. خب رایت میکنیم، سیگنالمون رو به مد در واقع ران میبریم، یعنی سرومون رو به مد ران میبریم و بعد از اون میریم که سیگنال در واقع چنج استپ رو فراخوانی بکنیم. خب خیلی خوب، سرو توی مود ران هستش. بنده میام پارامتر P535 که مرتبط هستش به سیگنال چنج استپ رو اول روی عدد 0 میذارم و الان با تنظیم کردنش روی عدد 10 اولین لبه بالا رونده سیگنال چنج استپ فعال میشه و من انتظار دارم که موقعیت اولم رو در واقع به ازای این لبه داشته باشم که میبینیم که این اتفاق افتاد و ما موقعیت اول رو داشتیم. حالا دومین لبه بالا رونده که بیاد، یعنی من یک بار این سیگنال رو صفر کنم و مجدد که بیام در واقع لبه بالا رونده رو بیارم و اینو 10 بکنم و این سیگنال رو فعال بکنم، موقعیت دومم اجرا میشه. دوباره که این در واقع سیگنال رو صفر کنم و لبه در واقع بالا رونده رو با 10 کردنش فراخوانی بکنم. بچه دقت بکنید که لبه بالا رونده اینجا در واقع ملاکه، نه لبه پایین رونده. یعنی هر بار که این سیگنال رو 10 میکنم در واقع موضوع در واقع سگمنت بعدی رو اجرا میکنه. لبه پایین رونده هیچ حساسیتی نداره. هر بار که لبه بعدی بیاد سگمنت بعدی رو فراخوانی میکنه. خیلی خوب، توی ویدیوهای بعدی در خصوص توضیحات دیگرمون در خصوص این مود با ما همراه